فکر میکنی طلا رو میشناسی؟ تا وقتی این اصول پایه رو ندونی تازه اول راهی. سلام به همه رفقای تهرامی. به قسمت دوم دوره رایگان طلای ما خیلی خوش اومدید. تو قسمت قبل گفتیم که قراره در این دوره چی یاد بگیریم. در این قسمت میخوایم مفاهیم پایه که همون ستون بازار طلا هستن رو بهتون یاد بدیم. سوال اصلی: چرا طلا با ارزشه؟ از قدیم الایام طلا یک کالای لوکس و با ارزش بوده، نه فقط در ایران، در کل دنیا. اول اینکه طلا یک کالای نایابه، یعنی به راحتی در کل دنیا پیدا نمیشه. دوم اینکه طلا در تمامی کشورها یک کالای لوکس و با ارزش محسوب میشه و به راحتی میتونید با اون داد و ستد بکنید. سوم اینکه طلا به راحتی خراب نمیشه، نمیپوسه، زنگ نمیزنه و به مرور زمان از بین نمیره. واسه همینم هست که وقتی همه بازارها به هم میریزه و هیچی قابل پیش بینی نیست، همه مردم هجوم میارن برای خرید طلا. برسیم به عرضه و تقاضا در بازار طلا. عرضه و تقاضا یک مفهوم پایه‌ای در اقتصاده. وقتی که مردم هجوم میارن برای خرید یک کالا در بازار، تقاضا برای اون افزایش پیدا میکنه، پس قیمت اون کالا رشد میکنه. وقتی که مردم هجوم میارن برای فروش یک کالا، باعث میشه که عرضه در بازار افزایش پیدا کنه و قیمت اون افت پیدا میکنه. یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. در اواخر سال 1401 بانک مرکزی شروع کرد به فروش سکه در بورس کالا. نتیجه چی شد؟ چون که عرضه در بازار افزایش پیدا کرد، به مرور قیمت سکه افت پیدا کرد و مردم تونستن به راحتی به سکه دسترسی پیدا کنن. حالا برسیم به نقش بانک مرکزی در بازار طلا. بانک مرکزی در هر کشوری یک بازیگر اصلی در تمامی بازارهای اقتصادی محسوب میشه. این موضوع در ایران هم صادقه. علاوه بر اینکه عرضه و تقاضای اصلی طلا در دست بانک مرکزیه، وظایف دیگه‌ای هم داره. برای مثال بانک مرکزی میتونه سود سپرده سالانه رو تا 30% افزایش بده و مردم به جای اینکه بیان طلا بخرن، میرن پولاشون رو در بانک میذارن و یک سود بدون دردسر رو به دست میارن. اگر سایه جنگ بر کشور حاکم بشه یا بازارهای مثل خودرو، مسکن یا بورس کاهش پیدا کنه یا اصلا تقاضایی برای وجود نداشته باشه، مردم هجوم میارن برای خرید طلا و باعث میشه که یک رشد عجیب رو در بازار طلا داشته باشیم. اگر تا اینجای کار از ویدیو لذت بردین، دوستان اول ما رو لایک کنید و اگر تا حالا ما رو سابسکرایب نکردین، حتما این کار رو انجام بدین. با حمایت شماست که ما میتونیم این ویدیوها رو ادامه بدیم و محتواهای با کیفیت تری رو تولید کنیم. میرسیم به عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار روی طلا. قیمت طلا در ایران یک شبه بالا پایین نمیره. کلی عوامل پشت این هست: قیمت دلار، عرضه و تقاضا، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، جو روانی حاکم بر مردم، قیمت اونس یا طلای جهانی، اخبار سیاسی مثل اخبار جنگ یا حرف‌های مسئولین و حتی شایعه‌هایی که در فضای مجازی در داخل کانال‌های مختلف میپیچه. ما در فصل آخر بهتون آموزش میدیم که چطور این عوامل رو با هم ترکیب کنید و به یک فرمول واحد برسیم و قیمت طلا رو به راحتی پیش بینی کنید. حالا میرسیم به عیار طلا. عیار طلا یعنی چی؟ عیار در واقع همون درصد خلوص طلاست. طلا به خودی خود نرمه، ولی اگه با سایر فلزها ترکیب بشه یک ظاهر خیلی خوب و شکیل به خودش میگیره. در ایران ما دو سیستم اندازه‌گیری برای طلا داریم: 24 واحدی و 1000 واحدی. احتمالاً طلای 18 عیار رو شنیدین که در سیستم 24 واحدی خیلی رایجه. 18 عیار یعنی اینکه 18 واحد طلاست و 6 واحد یک فلز دیگه. در سیستم 1000 واحدی 18 عیار برابر رو 750 میشه، یعنی 750 واحد طلا و 250 واحد فلز دیگه مثل حالا نقره یا مس هستش. برای مثال سکه های امامی موجود در بازار درصد خلوصی همون عیاری برابر با 900 یا 21.6 دارن، یعنی عیارشون بالاتر از طلاهای موجود در بازار هست. طلاهای 18 عیاری که خیلی در ایران رایجه ترکیبی از فلزهای طلا، مس، نقره و بعضی از فلزهایی هست که خیلی استحکام بالاتری دارن. طلا در ایران رنگ‌های مختلفی داره، ولی رایج‌ترین‌های اونها طلای زرد، طلای سفید و روزگلد یا طلای قرمز هستش. طلای زرد ترکیبی از طلا با نقره و مسه.
طلای سفید ترکیبی از طلا با پالادیوم، نیکل و پلاتین هست. طلای سرخ یا روزگلد درصد مسش نسبت به سایر فلزها بیشتره و باعث شده که به سمت سرخی حرکت کنه. در کشورهای گرمسیر مثل حاشیه خلیج فارس مردم از عیارهای بالاتری استفاده میکنن، چون که گرما باعث میشه درخشندگی طلا از بین بره. در کشورهای سردسیر مثل روسیه مردم از طلاهایی با عیار پایینتر استفاده میکنن، مثلا 14 تا 18. خب رفقا، به پایان قسمت دوم رسیدیم. تو این ویدیو فهمیدیم که چرا طلا با ارزشه، عیار رو چطور محاسبه میکنن و کمی در مورد مفاهیم پایه‌ای طلا صحبت کردیم. اگر سوالی در ذهنتون بود حتما در زیر این ویدیو برای ما کامنت کنین تا در ویدیوهای بعدی به اون پاسخ بدیم. در ویدیوی بعد میخوایم در مورد طلای اجرتدار یا طلای نو صحبت کنیم. تمام نکات رو بگیم و بهتون بگیم که چطور خرید فروش بکنید که کمترین ضرر رو داشته باشید. خدا نگهدار.